بذار احساست دستت باشه، قبل از عقلت نباید قدم برداره. شک نکن که اگه احساس جلوتر میشه منجر به اشتباه میشه، یه تصمیم اشتباه. احساسات زمانی درگیر یه موضوع میشن که عقل عاجز باشه و عقل زمانی عاجزه که شناخت و آگاهی نسبت به اون موضوع نباشه. خب این یعنی چی؟ دختر بچه‌ای دست عروسکش کنده میشه، نگاه میکنه، گریه میکنه. چرا؟ چون شناخت و آگاهی نسبت به اون اتفاق نداره، احساسش درگیر میشه. مادرش نگاه میکنه، گریه نمیکنه، درستش میکنه. چون اون اتفاقو میشناسه، احساسش درگیر نمیشه، عقلش درگیر میشه. تا حالا شده اپلیکیشنی رو روی موبایلتون نصب کنین ولی چون بلد نیستین باهاش کار بکنین، اینقدر تکرار میکنین به کلافگی میرسین. چون شناخت و آگاهی ندارین نسبت به اون اپلیکیشن، عقلتون عاجز میشه و ناخودآگاه احساستون درگیر میشه. این فرمول از کوچکترین مسائل زندگی تا بزرگترین مسائل زندگی صدق میکنه. یه بار دیگه با هم تکرار میکنیم. احساسات اگر جلوی عقل بیان، تصمیم اشتباه گرفته میشه و زمانی احساسات زودتر از عقل وارد یه قضیه میشن که عقل عاجز باشه و زمانی عقل عاجزه که شناخت و آگاهی نسبت به اون اتفاق وجود نداشته باشه. پس هر وقت که دست عروسکت کنده شد، به جای اینکه گریه کنی به این فکر کن که شناخت و آگاهی تو بالا ببری. مراقب خودتون باشین، ما رو دنبال کنین.